نکم از 100 افغانستانی در زمین لرزه ترکیه کشته و مجروح شده اند. از پی زمین لرزه سطح بحر در نزدیکی بندر اسکندرون در جنوب ترکیه بالا رفته ساکنان به جای امن کوچانیده شدند. در تاجیکستان مجوز 15 مؤسسه تعلیمی لغو شد. قزاقستان شرط‌های دادن مجوز به خارجیان برای بودجه دائمی در این کشور را سخت‌تر کرده اند. نکم از 100 افغانستانی در زمین لرزه ترکیه کشته و مجروح شده اند. وزارت امور خارجه طالب‌ها کشته و مجروح شدن شهروندان افغانستان را در ترکیه تایید نموده اظهار داشت که احتمال این تعداد افزایش یابد. میان کشته و مجروحان زمین لرزه در ترکیه نکم از 100 شهروند افغانستان نیز بودند. در این باره معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان حافظ ضیا احمد در صحبت با خبرگزاری تلنیوز اطلاع داده است. به گفته او احتمال این آمار باز هم بیشتر شود چون تعداد قربانیان زمین لرزه ساعت به ساعت افزایش یافته ایستاده است. اخیراً رسانه‌های افغانستان از هلاکت یک زاده مضافات پروان خبر دادند که همراه زن و دخترش در ترکیه زیر خرابه‌ها جان داده با گذشت 2 روز جسدشان بیرون آورده شده است. گفته است طبق معلومات آخرین تعداد قربانیان زمین لرزه از 15,000 گذشت. تعداد کشته شدگان در ترکیه به 12,391 نفر و تعداد آسیب دیدگان به 62,914 نفر رسیده است. به اطلاع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ولایت‌های آسیب دیده 6,444 بنا تخریب شده اند. در سوریه باشد طبق آمار آخرین وزارت تندرستی این کشور تعداد قربانیان به بیش از 2,992 نفر رسیده، زیاده از 2,000 نفر مجروح شده اند. با گذشت 3 روز از زمین لرزه خرابی آور در ترکیه و سوریه تا حال نجات دهندگان از زیر بناهای فرو رفته آدمان زنده مانده را بیرون میبرند. سطح بحر در نزدیکی بندر اسکندرون در جنوب ترکیه روز چهارشنبه چند متر بالا رفته ساکنان برخی از مناطق اواکوئاسیه کرده شدند. در این باره شبکه تلویزیونی TRT خبر می‌دهد چندین راه‌ها زیر آب مانده‌اند. در همین حال کارشناسان قید می‌کنند که این یک پدیده موقتی است که پس از زمین لرزه رخ می‌دهد. علاوه بر آبخیزی روز دوشنبه پس از زمین لرزه در ولایت قهرمانمرش در بندر اسکندرون آتش سوزی شدید رخ داد. 7 فوریه سوختن کانتینرها در بندر دوام کرد. قبلا خبر داده شده بود که طبق کادرهایی که شبکه‌های تلویزیونی محلی پخش کردند در منطقه آتش سوزی دست کم 1,500 کانتینر قرار دارند. آژانسی نظارت معارف تاجیکستان در سال 2022 15 مجوز از مؤسسه‌های تعلیمی را که فعالیتشان به سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت نمی‌کند بازخوانده است. طور اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی نظارت معارف در ملاقات با خبرنگاران گفت برخی از مجوزهای این مؤسسه‌ها با درخواست مؤسسانشان لغو شده اند. سبحانزاده گفت این مؤسسه‌های تعلیمی اساساً خصوصی و دولتی میباشند. برخی از مؤسسان خودشان درباره قطع فعالیتشان اعلان کردند که مجوز باقی مانده با سبب پست بودن صفت تعلیمی بازخوانده شده است. به گفته او همچنین در دوره حساباتی 11 دیپلم قلبکی در خارج گرفته شده، از جمله 8 دیپلم قلبکی دانشگاه‌های روسیه آشکار شده است. معلومات درباره افراد دارای دیپلم قلبکی به مقامات صلاحیت دار ارسال کرده شده است. مقامات قزاقستان شرط‌های دادن مجوز برای بودجه دائمی در این کشور را برای خارجیان سخت‌تر کرده‌اند. اکنون شهروندان خارجی باید شناسنامه‌ای را پیشنهاد کنند که مهلت اعتبار آن در روز درخواست نه کمتر از 80 روزی تقویمی خواهد بود. در این باره سامانه وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داده است. برای گرفتن رخصتنامه اقامت موقتی حضور شخصی صاحب منزل یا شخصی که از نام او عمل می‌کند یا رازگی نوتریالی صاحب ملک ضرور است. سراغی که هنگام دادن اجازت نامه نشان داده شده است باید رمز به قیدگیری داشته باشد. گفته می شود این تدبیرها به خاطر جلوگیری از امکان ثبت نام شهروندان خارجی در سراغ‌های موجود نبوده، اینچنین در سراغ‌های مربوط به مراجعت کننده اندیشیده شده‌اند.
تغییرات به قاعده‌های دادن اجازتنامه به شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند برای بدوباش موقتی و دائمی در جمهوری قزاقستان از 6 ینور وارد شده 10 روز پس اعتبار پیدا کرده است. قبلا مقامات قزاقستان درباره مساعدت به دریافت مجوز برای بدوباش دائمی در این کشور برای شهروندان خارجی که صاحب کسب‌های سرطلب هستند خبر داده بودند. علاوه بر این ترتیب ورود خارجیان مشخص شده است. شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می توانند در دوام 180 روز نه بیشتر از 90 روز در قزاقستان بمانند.